سلام به کانال آشپزی با سمیه، خوش اومدید. بریم که با هم یک کیک آلبالویی فوق العاده خوشمزه بدون فر و بدون همزن درست کنیم. برای شروع شعله پخش کن رو بذارید روی حرارت ملایم گاز. یه قابلمه قدیمی که بهتر قابلمه روحی باشه بذارید روی گاز، درش رو بذارید و برای 15 تا 20 دقیقه بذارید با حرارت ملایم گرم بشه. 2 تا دونه تخم مرغ رو به همراه نصف لیوان شکر و نصف قاشق چای خوری وانیل خوب هم بزنید. حدوداً 7 تا 8 دقیقه خوب هم بزنید با همزن تا کرمی و کشدار بشه. 1/3 لیوان روغن مایع به همراه 1/3 لیوان ماست به مایع کیک اضافه کنید و در حد مخلوط شدن هم بزنید. 1.5 لیوان آرد سفید قنادی رو که از قبل 3 مرتبه الک کردید رو طی 2 تا 3 مرحله به مایع کیکتون اضافه کنید. به صورت دورانی و در یک جهت مایع کیک رو هم بزنید. در انتها 1 قاشق چای خوری بیکینگ پودر و نصف قاشق چای خوری جوش شیرین رو به مایع کیک اضافه کنید و خوب هم بزنید. غلظت مایع کیکتون باید به این حد برسه. نصف لیوان آلبالویی رو که هستش رو جدا کردید داخل ظرف بریزید. نصف قاشق بهش آرد اضافه کنید. بعد ترکیب کنید با هم. اینطوری باعث میشه که دیگه آلبالوهاتون ته کیک ته‌نشین نشه. آلبالوها رو به مایع کیک اضافه کنید و به آرومی با هم ترکیب کنید. مایع کیک رو داخل هر قالبی که دارید میتونید بریزید. من از این قالب مستطیلی به ابعاد 26 در 11 و ارتفاع 7 سانتی متری استفاده کردم. میتونید کف قالبتون کاغذ روغنی بندازید یا مثل من با کمی کره چرب کنید و مقداری آرد پاشی کنید. آرد اضافه رو هم بیرون بریزید. به این ترتیب قالبتون آماده میشه. مایع کیک رو داخل قالب بریزید. در انتها میتونید روی کیک رو با مقداری آلبالویی که هستش رو درآوردید تزیین کنید. چند بار قالب رو به سطح کار بکوبید. قالب رو داخل قابلمه‌ای رو که از قبل گرم کردید قرار بدید. یه رینگ داخل قابلمه بذارید و قالب رو روی رینگ قرار بدید. در قابلمه دم کنی بذارید، درش رو ببندید. با حرارت متوسط برای 45 دقیقه تا 1 ساعت اجازه بدید تا کیک بپزه. بعد 45 دقیقه میتونید کیک رو با یه سیخ چوبی و یه چاقو تست کنید. اگر که مایع کیک به سیخ چوبی چسبید یعنی که هنوز کیکتون نپخته و باید زمان بدید تا کیک بپزه. اینجا بعد 45 دقیقه بود که من کیک رو تست کردم و همونطور که میبینید مایع کیک به سیخ چوبی چسبید. بعد 20 دقیقه دوباره کیک رو تست میکنیم. اگر که به سیخ چوبی نچسبید یعنی کیک کاملا پخته. اینجا میبینید که کیک به سیخ نچسبید و اینجا کیکمون کاملا پخته و میتونیم که از داخل قابلمه بیرونش بیاریم. قالب رو از داخل قابلمه بیرون بیارید و اجازه بدید که کیک کمی خنک بشه. بعد اینکه کیک کمی خنک شد میتونید کیک رو از قالب بیرون بیارید. به به، عجب کیکی شده. عطر و طعمش کل آشپزخونه رو برداشته. فوق العاده خوشبو و خوشمزه میشه. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما درستش کنید. اینم از بافت کیک. همینطور که میبینید فوق العاده نرم و پنبه‌ای هستش. دوستای عزیزم، اگه از این آموزش خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگر تا الان عضو کانالم نشدید حتما عضو بشید. مرسی که تا انتهای ویدیو کنارم بودید.